CREAP and each CAP for their extensive capacity building efforts. دهمی دکبر ضمن اجلاسه 20 کمیسیون بین حکومتی میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو در شهر دهلی نو نمونه ملی جمهوری تاجیکستان فرهنگ سومنک‌پزی قبول شده با فهرست میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو وارد گردید. نمونه مذکور از جانب کمیسیون ملی اوید به کارهای یونسکو تهیه گردیده سال 2023 به بررسی سازمان ذکر گردیده پیشنهاد شده بود. قبول شدن فرهنگ سومنک‌پزی تاجیکان از جانب این سازمان با نفوذ جهانی هر یکی ما را وادار می‌نماید که در حفظ میراث پرقناوت تاریخی و فرهنگی مسئولیت جدی احساس نماییم. با تشبس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ملت تاجیک را در عرصه جهانی همچون یک دولتی دارای تاریخی بوی میشناسند. فرهنگ سومنک‌پزی با میراث غیرمادی یونسکو وارد کرده شد که این هم باشد افتخاری ملت و دولت ما به حساب می رود. پذیرفته شدن یک چند میراث‌های تاریخی فرهنگی از آن دلالت می دهد که در عرصه جهانی ملت تاجیک را باز هم از نزدیک میشناسند. سومنک این طعام بهاری بوده با گروهی طعام‌های با حرف سین آغاز شونده خوان نوروزی یعنی 7 سین داخل می شود. سومنک اساساً از شیره سبزی گندم آماده می گردد. این طعام را در خانه با یک نازکی آماده می نمایند. وی به خود خصوصیت‌های مخصوصی آماده شوی را دارد و شخصی سومنک را آماده کننده این خصوصیت‌ها را حتما باید رعایت نماید. این خوراک گرچند در نظر عادی نماید هم اما با طرز و دوره‌های آماده شویش از دیگر طعام‌های بهاری فرقی کلان دارد. یعنی سومنک از آغاز تا پخته شدنش فضای تازه و خرسندی را طلب می‌کند. سومنک چون طعام بهاری در منطقه‌های جمهوری تاجیکستان با فرا رسیدن فصل بهار به طرزهای گوناگون آماده کرده می‌شود. سومنک‌پزی یکی از عنعنه‌های جشن نوروزی میباشد که در آن آدمان با یک روحیه خوشحالی، دوستانه و یکدلی و عیدانه به هم آمده این طعام سال نو اجدادی خیش را آماده میکنند و با نیت نیک آمدن سال از آن میخورند و به خویشان و همسایگان نیز این طعام را تقسیم مینمایند. برای پختن سومنک 2 هفته پیش از عید گندم ها را شسته برای طبقه میریزیم و آن را سبزیش کرده و روز عید در دیگ می اندازیم و جریان پختن سومنک یک شب را در بر میگیرد و در گرد دیگ سومنک هم رقص بازی میکنیم به امید آنه که خیلی که نوروز را پیشواز گیری همون سال تو خوش میگذرد. با به دست آوردن استقلال دولتی محض با اقدام و تشبس‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چندین موضع‌های تاریخی و سیاحی فرهنگ و عنعنه‌های ملت تاجیک مقامی بین‌المللی گرفتند که این مایه افتخار مردمی سربلند تاجیک است.